بازار مشترک تاجیکستان و افغانستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین. در این بازار تاجران از دو سوی پنج مال و کالا وارد میکنند، اما فروش محصولات شیری و گوشتی وارداتی از افغانستان منع است. دولت اسلامی افغانستان گفت که ما کفالت دادن نمیتونیم. اینه طریقی در ما بایتور کاربری میکنه در اونجا نیست. ما با پراگی منع کردیم محصولات گوشتی و شیری را، یا که مال زنده را عموما وارد کردنش منع کردگی. حالا در منطقه کلوب دو گذرگاه و یک بازار نزدی مرزی فعالند. گذرگاه کوکل در فرخار و گذرگاه بازار نزدی مرزی در ناحیه شاهین. حالا صاحبکاران از مقامات خواستند تا اجازه دهند که از افغانستان چاروی زنده وارد کنند. این درخواست صاحبکاران قبول شده، مقامات در نزد گذرگاه ها نقطه مخصوصی بهداشتی ساختند. در این نقطه ها چاروی زنده اول از تشخیص گذشته، سپس وارد تاجیکستان می شود. اوزی علاقه ساختمانش دوام داره در موضع کوکل، نیژنی پنج، اینا اوزی با همون جدام تشکیل میکنیم جای مخصوص که صاحبکار خریداری میکنه. چاروی زنده را در همونجا متخصص داریم، جدا میکنیم، 20 روز کارانتین میگذاریم، چارو را خونش میسنجیم، دیگر نمود امداروش میکنیم، بعد انا که با پراگی اجازه ندیم وارد تاجیکستان کنیم. در روزهای اولی کارش در بازار مرزی در ناحیه شاهین سودای گوشت هم دیده میشد. افرادی که از این بازار گوشت گرفته بودند گفتند که گوشت گوسفند 50 سامانی بود. حالا دیگر ساکنان میگویند که گوشت فروشی در این بازار دیگر جای ندارد. بزرگ شما هست آوان بزرگ 3000 استانداردش پاکاش هست 5000 10000 و یک هست شیر دارد بعد گوشتو موافقین گوشتو موافقین. حکومت تاجیکستان برای واردات چاروا با پاکستان و افغانستان شرطنامه بسته است. هر صاحبکار با داشتن حجت‌های ضروری اجازه واردات به تاجیکستان را پیدا می‌کند. الحال معلوم نیست ورود چاروای زنده از افغانستان به نرخ گوشت در بازار چه تاثیر خواهد رساند. بسیاری ها خوشبینند که اگر این کار درست به راه مانده شود حتما نرخ گوشت پایان خواهد آمد. حالا یک کیلو گوشت در بازارهای منطقه کلوب 95 تا 110 سامانی ارزش دارد.